یه خبر خفن واسه کسایی که 14 پرو مکس دارن، کاهش شدید گمرکی از 25 میلیون شده 7 میلیون و 100. یه ثبت پاس جزئی هم میخوره که اگه میخوای دستگاهتو ریجستر کنی یا قیمت نهاییشو بدونی، هر کامنتی واسه هم بذاری دایرکتت برات ارسال میشه. فرصت محدوده. نمیدونم کی درست میشه این وضعیت ما، ولی بامزه است، واقعا وضعیت بامزه ایه. یکی این که وقتی میگه 7 تومن شده، تقسیم 128 شده 7 تومن. با توجه به آپدیتی که جدیداً همتا ادعا میکنه کرده، پس میگه من میفهمم که دیگه شما داری اشتباه انتخاب میکنی و در بهترین شرایط ازتون مواد تفاوتو میگیره. حداقل اگر فکر میکنین هنوز شانسی برای این موضوع دارین، بذارین یه ذره دیرتر مطمئن بشین که سایت همتا توانایی فهمیدن هم چیزی رو نداره. این یک. دو، میگه برام هر عددی رو کامنت کنین یه هزینه ثبت و پاس داره. قربونت برم، چه هزینه ثبت و پاسی داره؟ 14 مکس هر چی بوده مال قبل آبانه. بعد اون هم که دیگه 15 اومده و دیگه کسی نیورده. هزینه ثبت و پاس برای چیه؟ میخوای سود بگیری، میخوای به تو بدن انجام بدی، خیلی هم کار خوبی میکنی، وقت میذاری و زحمت میکشی. یه عددی بگو بابت زحمتم که من وقت میذارم براتون رجیستر میکنم، اگه شما خودتون نمیتونی انجام بدید من اونو میگیرم. هیچ هزینه ثبت و پاسی وجود نداره. این کار از بیس ایراداتی داره. اگه میخواین با اون ایراد انجام بدین، نیازی به پرداخت هزینه اضافی نیست. عدد همون 7 میلیونه که تو سایت گمرک هست.